سلام بینندگان ارجمند. امروز دوشنبه 16 اکتبر است و من و همکارانم شما را به دیدن نشر امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوعهای برنامه امروزه از این قرار است: ملاقات دوم در یک ماه اخیر، تاجیکستان و قرقیزستان معین سازی قسمت‌های باقی مانده سرحد را بررسی و از کار گروه‌های مکان‌نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. در آستانه هجوم زمینی نیروهای اسرائیلی به غزه صدها هزار فلسطینی خانه‌های خود را ترک کردند. و سرگذشت رجب سفر مراد و یک زن تراکتورران از ولایت ختلان که توانست قالب شکنی کند. مردم همه که زنک چیکار میکنه، کار مردکی میکنه، اولای. و از خبر شروع میکنیم. امروز در شهر بوستان ولایت سوخت تاجیکستان و قرقیزستان مسئله جنجالی مرز را بررسی کردند. به اطلاع رسمی در ملاقات رهبران کمیته دولتی امنیتی ملی سیموم نیتیموف و قمچیبک توشیف موضوع معین سازی قسمت های باقی مانده سرحدی دولتی بررسی و دو طرف از کار گروه های توپوگرافی یا مکان‌نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. جزئیات بیشتر دادن نمی شود. در ماه اکتبر این بار دوم است که رهبران کمیسی‌های علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان وام می‌خورند. از تقریباً 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 300 کیلومتر آن نشانه گذاری نشده است. بحث هم بر سر آب و چراگاه و زمین‌هایی است که دو طرف خود را صاحب آن می‌حسابند. در آستانه هجوم زمینی نیروهای اسرائیلی به غزه صدها هزار فلسطینی از خانه‌های خود فرار کردند. عملیات اسرائیل با هدف نابود کردن حماس انجام می شود که هفته گذشته با حمله به جنوب اسرائیل بیشتر از 1500 نفر را کشت. اکثر ساختارهای نظامی حماس در شهر جایگیر هستند و احتمالاً عملیات زمینی کوچه به کوچه باعث خسارات بیشتر می شود. زرنگزی نوروزشاه گزارش می دهد. محمد لهم نزدی فولان نبیره‌ای 4 ساله‌اش در شفاخانه در غزه نشسته است. میگوید در حمله هوایی اسرائیل به خانه آنها 14 نفر از جمله والدین، خواهر و برادر فولا و دیگر اعضای عائله کشته شدند. خدا او را و زخمای تمام مسلمانان را شفا بخشد. آنگونه که میبینید گپ نمیزند، میخوابد و دارو میگیرد. در دستش گچ بستند، در پایش آهن گذاشتند. در این شفاخانه مثل بیمارخانه های دیگر داروواری و مواد سوخت کم مانده است. با طبیبان شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه امر دادند که آن را ترک کنند، ولی آنها نخواستند طفلان نوزاد بیمار را تنها گذارند. طبیب حسام ابو صفیه میگوید گذاشتن و رفتن کودکان مثل اعلان حکم قتل آنهاست. او میگوید اگر ما را کشتنی باشد پس در همین جای کارمان بکشید. اسرائیل روز یکشنبه آمادگی برای حمله زمینی به نوار غزه تحت کنترل حماس را ادامه داد. فلسطینیانی که در حمله هوایی اسرائیل چندین اعضای عائله‌شان را تلف دادند برای ویرانگری و ضربه‌های بیشتر آماده می‌شوند. اسرائیل تاکنون به غزه ضربه‌های سخت زده است. همه این پاسخ و انتقام برای حمله بزرگترین حماس به غیر نظامیان اسرائیلی است که جنگجویان این گروه افراطی روز 7 اکتبر انجام دادند. بعد حمله غیر انتظاری مرگبار که تقریباً 1300 نفر در آن جان دادند، اسرائیل گفت حماس را نابود می‌کند. با بمباران بی سابقه غزه، یک منطقه تنگ و سرآدم و خانه زیست 2,300,000 نفر، اسرائیل آن را به محاصره کامل گرفت و زیربنیادهای زیادی آن را ویران کرد. مقامات غزه میگویند که 2300 فلسطینی که از 4/1 حصه آنها کودکانند کشته شدند و تقریباً 10,000 نفر دیگر جراحت برداشتند. ارتش اسرائیل به فلسطینیان امر داد خانه‌هایشان را گذاشته به جنوب غزه بروند. حماس از مردم خواست که نروند زیرا راه‌های برون رفت خطرناکند. عین زمان ساکنان شهر سدرات در جنوب اسرائیل هم از ترس موشکباران حماس که همچنان ادامه دارد به دیگر محله‌های امن کوچ می‌بندند.
در غرب افغانستان در زلزله نو دست کم 1 نفر کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. زلزله نوبتی بعد آن رخ داد که در زمین جنبی بیش از 1 هفته پیش صدها نفر اساساً در شهر هرات و اطراف آن جان دادند. تکرار فلاکت مردم ولایت را به درد و رنج زیادتر گرفتار کرده است. آخرین تحولات در گزارش شهلای گلخواجه. ساکنان افغانستان دیگر باره مجروحان خود را به بیمارستان ها می آورند. در این کشور در طول بیش از 1 هفته اخیر دفعه سیوم می شود که زمین لرزه 6.3 درجه‌ای به عمل می آید. خدمات گیولوژی آمریکا می گوید مرکز جنبش زمین تقریباً 34 کیلومتر دورتر از مرکز ولایت هرات بود. مقامات از هلاکت چند نفر و زخمی شدن دست کم 150 کس خبر می دهند. ولی به گفته رهبری گروه امدادی برابر رسیدن نجات بخشان به منطقه آسیب دیده این رقم می تواند افزایش یابد. برخی ها در هرات که در پی زمین لرزه هفته گذشته هزاران نفر هلاک و بیناها ولنگار شد شب را در خیمه ها روز می کنند. آنها می گویند از بازگشتن به خانه هایشان ترس دارند زیرا خود را امن حس نمی کنند. از روزی که اولین زلزله شد ساعت 5 مدت 5-6 روز میشه که این خانواده هم آمدن به اینجا اسکان گزین شدن و چون که خانه از اینا اونقدر مقایم نیه از ترس زلزله اینا آمدن به اینجا سکونت گزیدن. سازمان ملل متحد میگوید از نیمه هفته گذشته انتقال کمک ها ادامه دارد ولی برای نیازمندان در افغانستان کافی نیست. این فلاکت بالای فلاکت است. در حال حاضر ما 15 میلیون نفری داریم که نمیدانند خوراک نوبتی آنها از کجا پیدا می شود. برنامه جهانی آذوقه با سبب کمبود زیادی مبلغ تنها 3 میلیون نفر را دستگیری کرده می تواند. ما از جامعه جهانی دعوت می کنیم که به مردم افغانستان کمک کنند، در همبستگی باشند و اینچنین برنامه جهانی آذوقه را دستگیری نمایند. با وجود کمبود مبلغ سازمان ملل متحد گفت که میتواند در هفته‌های آینده مسئله تقسیم مبلغ‌ها را بررسی کند. بخش بهداشتی افغانستان که اساساً از کمک‌های خارجی وابسته است پس از به سر قدرت رسیدن طالبان 2 سال به این طرف کساد شده است. و دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. در آغاز اکتبر اولین ماه منع ماشین‌های تولید سال 2013 تاجران و خریداران تاثیر آن را به بازار حس می‌کنند. تاجران میگویند خریداران توان گرفتن ماشین‌های نو را ندارند ولی مشتریان ادعا دارند که قرار نو به طور صنعی نرخ نقلیات را بلند برده است. این وضع سبب شده است که سودا سست شود. فرزان محمدی از ماشین بازار ولایت سوخت گزارش می‌دهد. نقلیات ها و خریداران بسیار ماشین بازار خوجند را گرم نکرده است. تاجر و ماشینگیر ساعت ها سودا میکنند ولی در تعیین نرخ به موافقه نمی رسند. حالدان ها میگن این وضع بعد سر و صدای قرار نو درباره منع ماشین های کهنه چنین شده است. 25 28 30 هزار بود. موزی من تا 50 هزار 60 هزار میگم ماشین سال کنه 2000 پایان میشه. خریدن خیلی مشکلی سرم این نرخ نوای حاضر با کورس مهاجرین خیلی من خودم راننده تاکسی هم اصلاش همه ولایت صوب تاکسی میزنم خیلی طوری نمیبیاد یا تاجیکستان حالا هیچ نوعی از ماشین ها را استحصال نمی کند و اساساً ماشین های سبکرو و بارکشان دست دوم به مثل اوپل، مرسدس، لابو، پورتر، لادا و گازل از کشورهای اتحادیه اروپا، چین، کره، روسیه و آمریکا وارد کرده می شود. حکومت تاجیکستان 2 ماه قبل روز 2 آگوست قرار منع ورود ماشین های سال براریششان 2013 را صادر کرد که از 2 اکتبر تطبیق می شود. در شرح قبول این سند حکومت گفته شده است که هدف از این اقدام بهتر گردیدن صفت خدمترسانی، پیشگیری صدمه های نقلیاتی، حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب ها به هوا است. این قرار به گفته خریداران به طور صنعی نرخ ماشین ها را بالا برده است. من هم یک نیت کرده ماشین کم مصرف من این مارکی متیس
خریدار شده آمدم بسیار بلند نرخش. این ماشین ها یک چند سال پیش از این نرخشان 10-12 هزار بودن. حاضر همین ها 40,000 50,000 پرسیدی سالیان 4-5 مراتب بلند بودن. تاجران اکثرا در این بابت در نزد دوربین گپ نمیزنند، ولی در صحبت‌های حضوری گفتند که بلند یا پست شدن نرخ این تقاضای بازار است و سبب‌های مختلف داشته می‌تواند. عبدالخالق شریفوف هرچند تاجر نیست ولی آوازه بلند رفتن نرخ ماشین او را وادار کرده است که نقلیات ساخت شورویش را به بازار آورد. همین سالش از این کهنه‌های براریشه بسیار طلباتش مل شدگی گفتاسیان، چون که این ماشین‌های زبچستش ارزان این های همین ها حاضر انچه طلباتش تیز برفت سازه همین ماشین‌ها براریشش همین کهنه گفتاسیان حاضر همینه. منم همین بگفتم خریدارش بسیار گفته منم برو آدم همین ریس همین بازار برم. هم فروشندگان و هم خریداران سستی بازار را به کاهش قرب روبل روسی در بازار پول پیوند می‌دانند، اما اکثر ساکنان نواحی دوردست کشور میگن قبول قرار نو به نرخ ماشین‌های کهنه بی تاثیر نمیماند و نه همه امکان خریدن ماشین‌های نو را دارند. میگن که یک از ماشین قیمت شدگی، رستماش که قیمت شدگی. با اطلاع رهبر خدمات گمرک سالهای اخیر ده‌ها هزار ماشین‌های دستی دوم از کشورهای اروپایی به تاجیکستان آورده شده است که بیشترشان خطرزا میباشند. بنا به خبر اداره گمرک در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرو وارد شده است. باز هم درباره ماشین ولی بیشتر درباره راننده‌اش. در جنوب تاجیکستان یک زن ترکمن‌تبار با نام خاله تراکتورچی شهرت زیاد داشته است. رجب گل سفر مرادوف که یکی از کم شمارترین زنهای راننده تراکتور بود میگوید برای اجرای این کارش که آن را دوست می‌دارد حتی با تنوع و ملامت مردم هم روبرو شده است. رادیوی آزادی به سراغ رجب گل سفر مرادوف 72 ساله رفت که هنوز هم از کارش دست نکشیده است. شناس شوید رجب گل سفر مرادوف این زن ترکمن‌تبار را ساکنان ناحیه ناصری خسرو بین خود خاله تراکتورچی مینامند. زن 72 ساله با تجربه بیش از 40 ساله سوار تراکتور شده در شدگار و آماده سازی زمین برای کشت به فرزندانش کمک میکند. 28 کار کردگیم، کلتواسیه ده، پختچینی ده، 54 تراکتور بود گسینشنه. همه ده کار کردگیم، دور شپک ده کار کردگیم. حاضر ایده کمتر کار میکنیم و بچه ها میآید یاردم میکنه، خودم هم یاردم میکنیم. همین زمین های خودمان ده کار میکنیم. حالا زمین را برای کشت گندم آماده می کند و باید به پسرش کمک کند. رجب گل سفر مرادوف در ناحیه قبادیان بزرگ شده سال 1977 برای کشت زمین های نو و قمیشزار به این ناحیه سفربر شده است. خاله تراکتورچی میگوید که رانندگی در گرمای طاقت فرسای ناحیه سرحدی دشوار نبود ولی مناسبت مردم در سالهای پیش در ذهنش مانده است. مردم همه که زنک چیکار میکنه کار مردکی میکنه اولای هر خیلی گپ زدم لیکن یک قشلاق سنگ برون کرده مرا قشلاق خیاط میگفتیم همینجا در زنکو شرمنده بیناموس گفته خیلی گپ زده لیکن هم طاقت کرده کار کرده گشتیم. حالا از کشاورزان نامدار در جنوب تاجیکستان است و به زنان کشاورزی منطقه شیوه کار را می‌آموزد و از جانب سازمان‌های جمعیتی قدرشناسی شده است. کارش را همچون نمونه برای دیگران مثال می‌آورند. کار کنی آسان لیکن سوزشوار قیمت دارو پر قیمت برای همین کمتر عذاب می‌کشیم. گرفتگی چیزی گرفتگی تو گرفته نمیتونی حاصل کم میشه داره نباشه نمیشه سوزشواری نباشه نمیشه ایورا گرفتن در کار این سوم بسیار در کار. با وجود مشکل در عرصه کشاورزی که او را به تشویش آورده است تلاش دارد مساحت زمینش را بیشتر کند. رجب گل به تجربه غنی اندوخته‌اش تکیه نموده باوری کامل دارد که میتواند دشواری ها را پس سر کند. و بینندگان عزیز در همینجا وقتی برای برنامه جدا شده به آخر میرسد. من نداریم که تا این لحظه ها با ما بودید.